پارک نیمفنبورگ با ترکیبی از معماری و طراحی باغ یک اثر هنری در جایگاه اروپایی است. به مناسبت تولد وارث تاج و تخت مکس امانوئل فردیناند ماریا از باواریا و همسرش هنریت آدلاید از ساواین، معمار آگوستینو بارلی را مأمور ساخت کاخ نیمفنبورگ در سال 1664 کردند. در سال 1701 مکس امانوئل از هنریکو زوکالی خواست مجموعه را با گالری‌های جانبی و غرفه‌های مسکونی گسترش دهد. از سال 1715 به بعد جوزف افنر مجموعه 4 بل ساختمان‌های مجاور را در دو طرف طراحی کرد و نمای ساختمان مرکزی را بر اساس مدل فرانسوی مدرن کرد. املاک روستایی پدر و مادرش به یک اقامتگاه تابستانی گسترده برای مطلق‌گرایی تبدیل شده بود. جانشین او، کارل آلبرشت، این مجموعه را با طراحی روند قلعه در سمت شهر تکمیل کرد. کاخ نیمفنبورگ به عنوان یک اقامتگاه تابستانی برای حاکمان باواریا بسیار محبوب بود. چندین نایب السلطنه سلسله ویتلسباخ اساسی آن را غنی کردند. دکوراسیون داخلی کاخ اصلی از باروک تا روکوک تا کلاسیک را در بر می‌گیرد. نقاشی‌های سقفی باروک مربوط به دوران بنیانگذاران قلعه و همچنین اتاق‌های نشیمن با نقاشی‌ها و مبلمان ارزشمند و گالری‌هایی با چشمانداز قلعه‌های باواریا و اقامتگاه‌های شکار مربوط به زمان مکس امانوئل گواه این سنت دیرینه است. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته سالن رقص پر از نور با نقاشی‌های سقفی شاد و تزئینات گچبری شده توسط یوهان باپتیست سیمرمن به سبک روکوک است. اتاق‌های نشیمن ملکه یادآور دوران سلطنتی باواریا با اثاثیه معتبر خود به سبک امپراتوری از جمله اتاق تولد پادشاه لودویگ دوم، یکی از جاذبه‌های دیدنی نیمفنبورگ، گالری زیبای مشهور پادشاه لودویگ اول باواریا محسوب می شود. ژوزف استیلر نقاشی 36 زن زیبا را که از همه اقشار بود به تصویر کشید. موزه مارستال در استبل اسب‌های سابق کاخ نیمفنبورگ یکی از مهمترین مجموعه‌های کالسکه‌های درباری، فرهنگ رانندگی و سوارکاری در جهان است. نکته قابل توجه کالسکه تاجگذاری امپراتور چارلز هفتم یکی از زیباترین کالسکه‌های دولتی روکوک فرانسه است. موجودی غنی کالسکه‌های جشن و سورتمه‌های خاندان ویتلسباخ از بیش از 3 قرن به کالسکه‌های تشریفاتی پادشاه لودویگ دوم در حدود سال 1880 ختم می شود. مهارهای با شکوه، لوازم سواری ارزشمند و اسناد عکاسی تاریخی دنیای سفرهای درباری را زنده می کند. تا سال 1918 اسب‌های سواری خانواده شاهنشاهی در طول اقامت تابستانی خود در کاخ نیمفنبورگ در اینجا نگهداری می‌شد و در زمستان اسب‌ها و کالسکه‌ها در مارشتال پلاتس در نزدیکی محل اقامت نگهداری می‌شدند. اولین موزه استبل در آنجا در سال 1923 در مدرسه سوارکاری سابق راه اندازی شد. این مجموعه ارزشمند از سال 1950 در نیمفنبورگ به نمایش گذاشته شده است. در
در طبقه اول موزه مارستال می توانید مجموعه خصوصی منحصر به فردی از چینی های نیمفنبورگ از قرن 18 تا 20 را ببینید. در سال 1747 مکس سوم کارخانه چینی سازی جوزف را تأسیس نمود. یکی از خوششانسی های این کارخانه نو استخدام فرانس آنتون بوستلی به عنوان استاد مدل سازی بود. مجسمه های او زمانی میز غذاخوری دربار را زینت می دادند. در اوایل قرن 19 پادشاه لودویگ اول از هنر چینی سازی دفاع کرد. او مؤسسه هنری را در نزدیکی فرهنگستان هنر تأسیس کرد تا بهترین نقاشان چینی را در آنجا تربیت کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته چینی آرت نو با اشکال و دکورهای خلاقانه است. این مجموعه توسط آلبرت بامول که مدیریت کارخانه را در سال 1888 بر عهده گرفت تأسیس شد. او به منظور ارتقاء کیفیت هنری چینی‌های نیمفنبورگ را به عنوان مدل جمع آوری کرد. در سال 1912 پسر بزرگش این وظایف را بر عهده گرفت. این مجموعه که با ظروف چینی از اداره کاخ باواریا تکمیل شده است، هنوز توسط خانواده با استفاده از بودجه خصوصی در حال گسترش است. پارک قصر حدوداً 180 هکتاری توسط هنرمندان باغ فرانسوی تحت رهبری مکس امانوئل بر اساس مدل ورسای به عنوان یک باغ باروک طراحی شد. این بنا که در آغاز قرن 19 مجدداً طراحی شد، اکنون یک اثر اصلی هنر باغ به سبک منظره انگلیسی توسط معمار مهم باغ فریدریش لودویگ فون اسکل است. پارتر بزرگ با فواره در جلوی کاخ و کانال مرکزی که با خیابان‌ها پوشیده شده است، یادآور باغ باروک سابق است. 4 قلعه معروف پارک به صورت متقارن در دو طرف این محور مرکزی قرار گرفته‌اند و آثار هنری بی‌نظیری هستند که شما را به بازدید از آنها دعوت می‌کنند. در دوره باروک آنها پناهگاه‌هایی به دور از تشریفات سخت دربار تشکیل می‌دادند. یوزف افنا 3 از این ساختمان‌های پارک را با عملکردهای مختلف برای مکس امانوئل ساخت. در پشت نمای زیبای قلعه مجموعه جادویی از سالن کاشیکاری شده، اتاق استراحت و کابینت‌های لاکی به سبک مد چینی قرار دارد. بادنبورگ با استخر شنایه به عنوان شاهدی منحصر به فرد از فرهنگ حمام درباری و همچنین یک سالن رقص و یک آپارتمان کوچک با چینی‌ها در انتظار شماست. محل مکس امانوئل با معماری غار، ویرانه مصنوعی، کلیسا و اتاق‌های نشیمن پانل بندی شده به عنوان مکانی برای خلوت از لذت‌های درباری طراحی شده بود.